در شهر کابل عید سعید اضحی با ادای نماز، قربانی و رفت و آمد مردم به خانه‌های اقاربشان آغاز شد. در مناطق مختلف شهر کابل نیروهای امنیتی به خاطر امنیت شهر کابل در ایام عید ایستاده بودند. اینکه مردم چه خواست دارند و از تدابیر امنیتی در ایام عید راضی هستند یا خیر، دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد میگوید: پولیس خکار را زمونږ یو درو تلاشي وکړه، دا ډېر ښه کار ده، موږ په خوشحاله یو، خفه نه یو. دا چې همداسې ونه کړي نو دا ورځ دماکې دي او دغه دي، هغې نه خو څه نه جوړېږي. پلیس هایی که در جاده ها صبح تا شام به خاک، به افته و به تمام مشکلات و با یک مقدار حقوق ناچیز ایستاده هستند و امنیت و حفاظت از جان و مال مردم میکنند. مردم از اونها شکرگزار و خوش هست. افرادی که توانایی قربانی را داشتند کردند و مردم بی بضاعت در صفها نشستند تا برایشان کمک صورت گیرد. اطفال در روز اول عید به جاهای تفریحی آمدند و خوشحالیشان را در ایام عید تجلیل می‌کنند. نوم احمد د تخیل را راغلی دلته پارک ته، دلته توی مستیګال او میلې وکړي د اختر اول ورځ و. مسئولین وزارت داخله افغانستان میگویند در شهر کابل تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است تا مردم ایام عیدشان را به خوشی سپری کرده بتوانند.